تصمیم گرفتم که با 2 نفر 2 خطاب داشته باشم. من امیدوارم که پیام من به گوش آنها خواهد رسید. شاید این پیام همون تسلیت دل خودم باشه، شاید این پیام همون باشه که یک کم ترک مرا آرام بگذاره که من لااقل ضعیفترین کاری که داشتم کردم. من به رحمانوف، به یتیموف، به کریموف، بس نمیدونم ترکاری بینرالی، به سود باچه ها و اون ادوکت ها و اون مفتش ها و اون دادگاه و اون وزارت و اون اداره ها کار دیگه ندارم. من اینجا همچون یک شهروند آمدم روی دوربین ایستاد شدم و 2 تا پیام دارم برای 2 نفر. یکم با خانم عزیزما همسر امام علی رحمانوف. من تا این روز از همین منبر، از هر منبر دیگر، هیچ گاه اسم شما را به زمان نآوردم، جای تحقیر نکردم، جای حرف قبیح نگفتم و امروز هم نآمدم من تحقیر بکنم، چون تحقیر کردن به یک زن وظیفه من نیست، اصول سیاست ما هم نیست. اما امروز من یک پیام با خودت دارم. مادری 7 فرزند، همسری رئیس جمهور، خب کی از بین اینها یکیش رئیس دستگاه، یکیش رئیس پارلمان و چندین بیزنسمن ها و میلیونرها در بر دستن، یعنی فرزندات منظورم، همه کار و فر، همه زندگی. ببین اولین پیام من برای خود این حیثی یک شهروند جمهوری تاجیکستان به یک مادری زاده یعنی 7 فرزند تولید کرده، بیرون از زنی رئیس جمهور بودن، بیرون از سیاست، بیرون از برنامه های سیاسی که من همچه رقیب شوهریت هستم، رقیب سیاست شوهریت هستم، بیرون از همه اینو من چه یک مادر خوب گوشانداز، فرقی ندارد در کدام موقع هستی، چند وریانت سر میزی که غذا میخری، رختی، خواب باز بجاست. از همه جای خوب من امیدوارم که سرتون در سجده میگذارین، در بالای جای نماز، بعد از خواندن نماز یک بار بشینین فکر بکنین یک بار بشینیم فکر کنیم که زوده 9 تا فرزند، 2 تا پسر، 7 تا پسر، آیا برای تو عزیز نبود زمانی که فرزند یکم تا تولد کردیم، دیگه تولد کردیم، از روز تولد شدن تا به رسیدن مرحله ها را گذشتیم، 1 ماه چگونه است، 5 ماه چگونه است، 10 ماه چگونه است، 1 ساله شد، 2 ساله شد، 5 ساله شد، همین ترتیب زندگی آموخته ای. همچون یک مادر آموخته ای و میدانی که جدا کردن یک مادر از یک طفلک 8 ماهه به مرگ او مادر اون طفل برابر است. آیا همچون یک زن همین را در ذهنت گذراندی، نشستی در سر دسترخوان همراه فامیلت، همراه اون دامادها و قداها و شوهرت و فرزندات، نشستی یک مشورتی کردن که اینجا یک جنایت صورت گرفته است، شاید
یگان روش دیگر باشد، شاید سر این قضیه گرفته شود، شاید کار بشود، شاید دوباره این پرونده آموزانده شود. یک خطاب کردین، یک مشورت دادین، اگر هم که ندادین وای به حالتان، اگر هم که ندادین، بار احساس انسانیت نکردین، من در انسان بودن شما شک دارم، من در سالم بودن عقل شما شک دارم، من واقعا شک دارم که شما همچون یک انسان پاک و پاک وجدان باشید. اگر که در این قضیه نمیدونم باری هم ننشسته باشین، فکر نکرده باشین، و اگر هم که نکرده باشین، من امیدوارم که میشنین در این قضیه فکر میکنید. خب در نزد وجدانت، در نزد پروردگارت، در نزد همون کسی که هستی، در همونجا برای خودت فکر کن، برای ما نه، برای خودت فکر کن. ما امیدوارم که در قبر فردا همین صدای همین طفل به گوشهای شما خواهد رسید. ما امیدوارم. از این زیاد دیگه برای خود ما پیامی ندارم و من فقط طلب دارم که در این قضیه یک بار نشین فکر کن که اینجا چه جنایتی صورت میگیره. پیام میدیم من برای آزاده رحمان. من آزاده رحمان چندین بارها در برنامه ها نام گرفتم، از مسئولیتش حرف زدم، جای طلب کردم، جای خطاب کردم و هیچگاه تحقیر نکردم و این روز هم من حق تحقیر برای شما ندارم. یک زن، یک مادر، ترم زاده فرزند هستی، فرطیفل به تولید کردیم، به پایه رسوندیم، درد مادری را، جدایی فرزند را خوب میدونیم. فرق تو و مادرت از زمین تا آسمان است. تو یک نفری هستی که رئیس یک دستگاهی پرزیدنتی هستی، تمام تصمیم‌ها از دستان میبیو، هر کاری را انجام داده میتونید. میخواین پرونده را میآموزین، میخواین کسی را آزاد میخواین، میخواین کسی را زندان میکنین، میخواین با یک اوکی گفتن سری صدها کسا میخواین، من در این شک ندارم. اما همچون یک انسان، همچون یک مادر، همچون یک زن در همین پرونده نشستین فکر کردین؟ اگر هم که نکرده باشین، اگر بخواین نامتان به نیکی یاد شود، همچون یک زن، همچون یک زن تاجیکستانی صاحب یک وظیفه بالا مقام، اگر بخواین در تاریخ اسم شما به خطهای نوشته شود، در برای این ظلم و این کارها بحثش دیگه است، ولی مطمئن باشین که تصمیم دیگر گرفتن در این قضیه و اگر او قدر انسان هستین، خطان و پایهای خطان برین از همون دادگاه، از همون خب زندان، از محبس، از هر جایی که نباشه، اگر با دستان خطان اون قلف باز کنید، اگر او طفلکی دوست رویه که 10 ماهه را برده در دست مادر بسپارید، مطمئن باشین این ملت شما رو به دیگر چشم نگاه میکنه. مطمئن باشین. اما من در این شک دارم که این کار را بکنیم، ولی باز هم من امیدوارم که پیام من به گوشت میرسه و اون پروردگاری که من دارم شاید در قلبی تو این کار را میتونین کرده. از دست خودت این کار خواهد آمد، چون تو مسئولیت داری و دختری رئیس جمهوری، لوبای کار خواهی انجام میتهی. بخوای همین روز وزیر از وظیفه میگیری، بخوای همین روز در یک منطقه ریولوچه میکنی، بخوای همین روز رئیس جمهور میشی، از دست میبی. قدرت داری. انسانیت فراموش نکن. انسان بدن چیز دیگر است. کیف و صفاتون، وظیفهاتون، مسئولیتون، اونها یک پهلوی دیگر، اما انسان بدن و مادر بدن یک جای دیگر است، کاملا یک سفره دیگر است، یک فضای دیگر است. من امیدوارم که میفهمید، من امیدوارم که این پیام به گوش شما میرسه و این مسئله را سر راهش میگیرید. شاید یک باز آموزه دوباره در این قضیه میشود، شاید امیدوارم که دوباره دادگاه برقرار میشود، کمیسیون مخصوص از جانب نمیدونم پلات از جانب یک نهاد دیگر است، بالاتر از این نهادها شاید یک گروه مخصوصی کاری دیگر این قضیه را میآموزد. شاید اشتباه در این قضیه بود، جنایت صورت گرفت، شاید آبروی عائله، آبروی پدر و عائله، آبروی شما شاید در اینجا بازی گرفت که یک نهاد دیگر میخواست این جرم بکنه، شاید یک گذره میشود و تقدیر این زنی بیچاره با این کودکی، به خاطر همین کودک دوست رو یک، به خاطر همین کودکی که حالا مادر نگفته است،
آیا از بوی مادر سیر نشده است؟ شاید غذایی که میخوره از پیستان مادرش بود، شاید غذای او غیر از پیستان مادر دیگر غذا براش کنفور نبود خوردن. امروز شما مجبور کردین با خیمیکت و با شیرهای دیگری بیولوژی باید که بخوره اون کودک. من امیدوارم که پروردگار یک شب صدای اون گریه اون طفل در گوش شما برسونه و شما را از خواب غفلت بیدار میکنه که تا آخری عمر دیگر راحت خواب نمیروید. من امیدوارم که اگر شما این تصمیم نمیگیرین، پروردگار شما را به اندازه شب بکنه، به اندازه گنگ بکنه، به اندازه مریض کنه که خدایی که مرا میشنوی، پروردگاری که صدای من میرسه، من دعا میکنم و من از مردم خواهش دارم در این ماهی که از پیش ماهی رمضان است، من خواهش میکنم که اگر اینها دوباره استاد نمیشوند، این مسئله را بازرسی نمیکنه، در این ماهی بزرگ دعا کنه که پروردگار اینها را به اندازه خار کنه، به اندازه ذلیل بکنه، به اندازه پروردگار شل و گنگ و کش بکنه که از صبح تا بگاه از بدن اینها خون و زرداب بچکه، از صبح تا بگاه زبان اینا در داخل دهنشون جا نگیره. من اگر شما این قضیه را دوباره بازرسی نمیکنید، باز من از این مردم، از این بینندگان طلب میکنم که یک ماه بزرگی رمضان در دعاتون، در عبادتون از این زن و از این طفلک دور نباشین. به اندازه دعا کنید که پروردگار اینا را چنان خار بکنه، چنان ذلیل بکنه، چنان به عزت بکنه که با میگم تا آخری عمر از بدنهاشون زرداب و خون و کثیفی بچکه که اینا رسموی دو دنیا بشنوه، نزدیکترین کس فرزنداشون از اینا فرار بکنه، اینا در خیابان بکنه یا در کوچه تنهاشون پر از مریضی باشه که در گرد و اطراف اینا کسی راه نیابد، کسی نزیانه، از بوی غلیظ، از بوی رسواگی پروردگار اینا رو چنان بده که اصلا کسی نزیا آمده نتونه. حالا هم وقت داریم شما مطمئن باشین که پروردگار بسیار حلیم است، بسیار حلیم است، دیر میگیره اما بسیار سخت میگیره. از دعای مهاجر، از دعای مسافر، خصوصا از دعای اون طفلک بیگناه دور نرید. بلندی بعد پرواز نکنید، بلندی بعد با میگم پرواز نکنید که یک روز چطوری که پروردگار صدای اون جوان سوریه در داخل زندان شنید، چطوری که پروردگار یک زن دیگر، یک مهاجری دیگر، یک مظلوم دیگر صداش شنوید، مطمئن باشین که صدای این ملت هم میشنوید. اگر صدای هیچ کدام نشنید، صدای اون طفلک یک روز میرسه به گوش تصمیم گیرنده، کسی که ترا خلق کرده است، کسی که ترا صاحب آبرو وظیفه کرده است، فکر کرده و قدرت نداره که ترا رسم بکنه. داره. این جنایت بسیار جنایت بزرگ بود، بسیار جنایتی بود که هیچ نوع بخشیدنی است. به خدا قسم هیچگاه این ملت این جنایت فراموش نمیکنه. 8 ساله که این زن در اون محبس قرار دارد، 8 ساله که این طفلکی خود یک 9 ماه و 3 ساله که داره، هر گوری که شما هر بیگهی که هر زمانی که اون کودک خماری مادرش میگیره، پروردگار شما رو مطمئن باشه لعنت خواهد کرد. من امیدوارم که این پیام برسد.